میدونستین خیلی از بازیگران روابط عاشقونه‌شون پشت صحنه شروع شد؟ امروز قرار داستان زندگی مشترک 13 زوج هنرمند از قدیم تا جدید رو براتون بگم. ازدواج هنرمندان همیشه جذابه، اما بعضیاشون مثل یه فیلم عاشقانه واقعی اتفاق میفته. حالا بریم ببینیم کی و چجوری با هم آشنا شدن. کامران تفتی و متین ستوده یکی از زوجهای جدید دنیای هنر هستن و داستانشون حسابی سر زبانها افتاده. ماجرای آشناییشون برمیگرده به همکاریشون در پروژه تلویزیونی مهیار عیار، اونجا که مقابل هم بازی کردن و کم کم رابطه احساسیشون شروع شد و در شهریور 1404 رسما با هم ازدواج کردن. اونا حالا یک زوج هنری هستن که خیلی ها چشمشون بهشونه، چون ترکیب هنرشون و تازه بودنشون حس نو بودن داره. لیلا حاتمی و علی مصفا یکی از اون زوجهای دوست داشتنی سینمای ایرانن. ماجرای آشناییشون به فیلم لیلا در سال 1375 برمیگرده. لیلا و علی توی این فیلم نقش زن و شوهر بودن و اون موقع آشنایی هنری شکل گرفت. بالاخره در سال 1377 لیلا حدود 26 و علی حدود 32 ساله بودن که زندگی مشترکشون رو شروع کردن و حاصل این ازدواج یه دختر و یه پسر هستش. این دو نفر خیلی کم حاشیه‌اند، تمرکزشون روی زندگی و کار هنریشونه، نه جنجال‌ها. این زوج یکی از نمونه‌های موفق ازدواج در دنیای هنر ایران محسوب میشه. ریما رامینفر و امیر جعفری داستان آشناییشون تقریباً از اوایل دهه 70 در تئاتر و کلاس‌های بازیگری استاد حمید سمندریان شروع میشه. اونا مدت خیلی طولانی نامزد بودن، چون شرایطشون کامل نبود و میخواستن با خیال راحت وارد زندگی بشن و بالاخره در سال 1373 ازدواج کردن. حاصل زندگیشون هم یه پسر به نام آیین که در شهریور 1386 به دنیا اومد هستش. این زوج یکی از اون زوجهای هنری هستن که بیش از یک دهه کنار هم بودن و داستانشون نه فقط شهرت بلکه احترام متقابل رو هم نشون میده. فرهاد آیش و مائده طهماسبی یه زوج خاص و متفاوتن. آشناییشون به سالهای برمیگرده که هر دو در خارج از ایران زندگی میکردن. توی سفر کاری در آلمان با هم آشنا شدن و کم کم رابطهشون جدی شد. جالب بدونی خود خانم طهماسبی گفته که یه روز ساعت 5 صبح آقای آیش بهش زنگ زده و تلفنی ازش خواستگاری کرده. بالاخره بعد از چند سال آشنایی در آلمان ازدواجشون خیلی ساده برگزار شد، بدون مهریه، طلا و تشریفات خاص. خودشون همیشه گفتن مهمترین چیز براشون احترام و همراهی توی زندگیه، نه حاشیه و زرق و برق. و از اون موقع تا حالا جزو زوجهای موندگار و دوست داشتنی دنیای هنر موندن. بابک حمیدیان و مینا ساداتی اونا در چند پروژه هنری مثل فیلم‌های هیهات و چند دقیقه سکوت با هم همکاری داشتن. اواسط سال 1394 با هم ازدواج کردن و فرزندی ندارن. یکی از نکات جالبشون اینه که ازدواجشون رو برای دور بودن از حاشیه‌ها و قضاوت‌ها پنهان کرده بودن و بالاخره برای اولین بار تو برنامه 3 ستاره توسط احسان علیخانی خبر ازدواجشون رسما اعلام شد. امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی شروع آشناییشون با یه تلفیلم بوده که نقش زن و شوهر رو بازی می‌کردن و همین باعث شد بعد از فیلم رفت و آمدهای خانوادگی بینشون شروع بشه. کم کم این رابطه جدی‌تر شد و خودشون فهمیدن از نظر احساسی هر روز دارن به هم نزدیک‌تر میشن. برای همین وقتی بحث نامزدیشون مطرح شد اطرافیان اصلا تعجب نکردن و حتی خانواده هم خیلی استقبال کردن. اما نکته جالب اینه که خبر نامزدیشون زودتر از چیزی که می‌خواستن رسانه‌ای شد، در حالی که خودشون ترجیح میدادن این دوره رو بی‌حاشیه بگذرونن. در نهایت هم بعد از این همه اتفاقها در سال 1392 با هم ازدواج کردن و زندگی مشترکشون رو شروع کردن. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و دوست دارین داستان عاشقانه زوجهای هنری بیشتری ببینین، لطفاً دکمه لایک رو بزنین. رامبد جوان و نگار جواهریان از اون زوجهای معروف سینما و تلویزیون ایران هستن که همیشه توجه مردم رو جلب کردن. آشناییشون برمیگرده به همکاریشون توی فیلم نگار، جایی که برای اولین بار در کنار هم بازی کردن و کم کم با هم آشنا شدن و در نهایت رابطهشون جدی شد و در سال 1395 ازدواج کردن. این زوج هنری یه دختر هم دارن به اسم نوردخ که سال 1398 در کانادا به دنیا اومد. رامبد و نگار تا امروز کنار هم هستن و مسیر هنریشون رو هم ادامه میدن. سمانه پاکدل و هادی کاظمی یکی از زوجهای دوست داشتنی هنر ایران هستن که بدون سر و صدا زندگیشون رو شروع کردن. ماجرای آشناییشون از سال 1396 بود. اونا در برنامه 13 شمالی کنار هم بودن و کم کم به هم علاقه‌مند شدن و در مرداد سال 1397 با هم ازدواج کردن. حاصل ازدواجشون یک دختره که فروردین 1402 به دنیا اومد. اونا الان با اینکه هنرمندن ولی تلاش کردن زندگیشون کم حاشیه باشه و تمرکزشون رو گذاشتن روی همراهی و احترام متقابل. فرشته حسینی و نوید محمدزاده
از اون زوجایی که قصهشون خیلی آرو کنجکاو کرده. آشناییشون وقتی شروع شد که تو سریال قورباغه با هم همبازی بودن و رفته رفته روابط کاریشون تبدیل به حس نزدیکتر و صمیمیتر شد. در تیر ماه 1400 خبر ازدواجشون منتشر شد و خیلی‌ها درباره این اتفاق کنجکاو شدن. اما بعداً شایعاتی درباره جداییشون هم منتشر شد که توجه همه رو جلب کرد. سحر ولدبیگی و نیما فلاح یکی از اون زوجهای هنری هستن که دوست داشتنی هن و ماجرای آشناییشون هم اینطور بوده که وقتی در سریال پسرخاله ها در سال 1379 با هم بازی می‌کردن، کم کم به هم علاقه‌مند شدن و رابطه‌شون جدی شد و در سال 1382 با هم ازدواج کردن. اونا در فیلم‌های زیادی با هم همکاری کردن و همیشه تاکید کردن که ترجیحشون زندگی با آرامشه و باعث شدن باور همیشگی زندگی زوجهای هنری دوام ندارن شکست سختی بخوره. نرگس محمدی و علی اوجی یکی از اون زوجای هنریان که داستان شروعشون هم دلنشینه. نرگس گفته که قبل از آشنایی خودش فکر نمی‌کرد مثل خیلی‌ها سریع ازدواج کنه، اما بالاخره وقتی با علی اوجی آشنا شد همه چیز جدی شد. آشناییشون برمیگرده به همکاریشون در یک پروژه هنری و جالب اینه که علی اوجی در حرم مطهر امام رضا از نرگس خواستگاری کرده و نرگس هم پاسخ مثبت داده. بالاخره در اردیبهشت سال 1396 این دو نفر رسما زندگی مشترکشون رو شروع کردن. امروز هم تلاش میکنن در کنار هم در زندگی شخصی و هم در مسیر هنری همراه باشن و کمتر درگیر حاشیه بشن. رویا تیموریان و مسعود رایگان یکی از اون زوجهای با تجربه سینما و تئاترن که داستانشون هم حس خوبی داره. قصهشون اینجوریه که بعد از تجربه‌های قبلی زندگی وقتی سال 1381 برای اجرای تئاتر به سوئد رفته بودن، مسعود رایگان برای دیدن اجرا به سالن میاد. اونجا دوباره دیداری با رویا تیموریان شکل میگیره. هر دو قبل‌تر همدیگر از دوران دانشجویی میشناختن و بالاخره در سال 1382 تصمیم میگیرن وارد زندگی مشترک بشن و حالا یکی از زوجهای ماندگار هنر ایران محسوب میشن. مهدی پاکدل و رعنا آزادیور یکی از زوجهای تازه‌تر دنیای هنر هستند که کلی از هم تعریف میکنن. ماجرای آشناییشون برمیگرده به همکاریشون در پروژه محمد رسول الله و موزیک ویدیوی ابر میبارد. رعنا میگه اون موقع مهدی رو قبلا دیده بودم، اما اون موزیک ویدیو و اون همکاری باعث شد رابطه‌شون جدی‌تر بشه و بالاخره در آبان 1399 رسما ازدواج کردن. این بود داستان زندگی مشترک هنرمندای عزیزمون از نسل قدیم تا جدید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون نره لایک کنین و نظر بدین که کدوم زوج براتون جذابتر بود و دوست دارین ویدیوهای بعدی درباره کدوم از هنرمندامون باشه. تا ویدیوهای بعد با ما همراه باشین.